1 کیلو زعفرون عیارش چقدره؟ عیار یعنی این که این کلاله زعفرون هر چقدر بزرگتر، سنگینتر و ضخیمتر باشه باعث میشه که وزن بیشتری داشته باشه. و اگر ما بخوایم 1 کیلو گل زعفرون رو 1 کیلو گل زعفرون رو بخوایم وزن خشک‌شده‌ش رو بخوایم بگیم، برای زعفرون نگین باید 10 گرم تا 12 گرم جواب بده که تقریبا میشه 2 مسخال تا 2.5 مسخال. و اگر بخواد زعفرون دسته رو بخوایم ایجاد کنیم باید 3 مسخال به ما بده یا حدوداً 14 گرم.